دوستان سلام، عرض ادب و احترام. اینم به بلندگوی باسمن که توییترش تعویض کردیم 5 شد، صدای ریز و میدرنج و تیوتر. دوستان اینم تست صداش واسهتون میذارم. بلندگوی باسمن آمریکایی هم هست، یه دونه تکه. ما تو مثل اونا پیدا کردم توشون یه دونه درستش کردم. اینم تست صداش که بریم تست صدا اون یکی هم بشنم. بزن زنگه دلم تنگه واسه چشما بی‌معرفت واسه سخته بدونم که روی تخته یکی دیگه میزنه بهت دست. اگر سنگه دل تو بچه چرا هیچ وقت نمیشه واسم تنگ گوشی تو دسته ولی هم بسته که ندی جواب تماسای من و قلبم. این تست صداش. این هم بلندگوی آقا رضای گل 6985 پاینر 260 وات. حالا ما یه ذره تربیتش کردیم، با آمپیلی هم میتونه وصل کنه. میدرنج تعویض شد، صفحه تعویض شد، فقط دمپر باز خودش و سیم پیشش هم تعویض شد، وایر و همه چی کلا تعویض شد. دوستان شما هم تعمیرات داشتید، تعمیرات بلندگوی پوریا یادتون نره، نصف قیمت براتون انجام میدم. یا علی، خدا نگهدار. ریختی بنزین رو زدی زیر آبروم یه فندک، یه عمری بودی به چشم تک، حالا یه چشم خونه و یه چشم مشک. ببین بستن به نافت چیا خورده به نام چی، اینا میگنت میرن میرسه دادت کی، حالا روزه چی شده که ما رو یادت نی. یه روز از غیب میشکنه قلبه. در خدمتتون هستم. یا علی، خدا نگهدار.